حالا با انسان ها اگر 99 بار نیکی کردید، 99 نیکی کردید، 100 بار کدام خطای لغزشی یا که چیز ضرری یا دیگری از شما صادر شد. انسان ها همون 99 نیکی رو به یاد میارن یا که فقط همون یک بدی رو؟ همون 99 نیکیت رو به یاد نمیارد. هیچ کس نمیگه که این 99 نیکی دارد بگذار خیلی یک خطا کرد بیایی را که دیگر پیش رو نیاریم بگذار فراموشش کنی. نه، انسان ها 99 نیکیت رو فراموش میکنن، یک بدیت رو پیش رو میارن، همون رو به زبان چرت میزنن. سال از 12 ماه نیکی ها انجام میدهید، بعد اگر یک مسئله اگر کاری انجام دادید بعد دیگر همون رو میقپن، تمام، مثل اینکه دیگر هیچ نیکی ندارید. همین است انسان، همین است. و پروردگار هم خالق همین انسان میگوید که چیز استعاذ بالله و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزاری من بس و کم هستند، بندگان شکرگزاری من اندک هستند، بندگانیم که منتدار میشوند شکرگزار هستند و همیشه نیکی میبینند خیلی کم هستند. اونایی که اکثریت فقط بد رو میبیند، بد رو به زبان میارد، نیکی رو به زبان نمیارد. تمام همین است انسان. اما میدونید پروردگار چی میگوید؟ پروردگار چی ذاتی هست؟ پروردگار 80 ساله گناهت رو فراموش میکند. همون یک توبه که در اخیر کرده بودی، همون اخیران کارید که کردگی هستی، همون رو به نظر میگیرد، اون 80 ساله گناهت رو فراموش میکند. 80 ساله 90 ساله گناهت رو میامرزد. چرا؟ به خاطر که این ذات پروردگار یعنی همه ذاتش عبارت از رحمتش است. حالا میگوید که رحمت پروردگار بالای غضبش غالب اومدگی هست. تمام رحمتی که هست وجود دارد. حالا این مهربانی مادر نسبت فرزند، تمام مهربانی هایی که ما و شما میبینیم از نزدیکان و پیوندان و دوستان و پدر و مادر و همه نزدیکا میبینیم، این همه مهربانی و رحمتی رو. این یک رحمت است. همه مهربانی رو که میبینیم یک رحمت است و 99 رحمت دیگر در ذات پروردگار است. تصور کنید این یک رحمتی که بین انسانیت، حتی حیوانی درنده رو ببینید که با چیز این شیر رو ببینید چقدر نسبت اون فرزندش چقدر مهربان است. حتی شیر، چرا شیر رو یعنی شاه جنگل میگویم؟ وقتی که هیچ وقت حیوانی بردار رو شکار نمیکند، هیچ وقت حیوانی ناتوانی ضعیفی بیمار رو شکار نمیکند. از بین هر حیوانی قوی ترش رو و یعنی بهترش رو انتخاب میکند و هیچ وقت اسراف نمیکند، به قدر ضروریش میگیرد و اون شکار کردگیش رو باز زیر خاک که تباه نمیکند، چندی میخرد به دیگران باز میدهد، به دیگر حیوانات میدهد. یعنی حالا این رحمت رو ببینید که بین حیوان ها و رحمتی رو ببینید بین دوست و رفیق و همسایه و خیش و تبار و مادر و پسر، این همه رحمت و یک رحمتی از پروردگار است. 99 رحمت دیگر در ذات پروردگار است. برای همین 90 ساله گناهت رو فراموش میکند، اخیران معامله که با اون کرده توبه نصوح انا همون رو به یاد میگیرد. اما انسان ها 99 نیکیت رو فراموش میکنند، همون یک بدیه که نخست خود قصدن خود سهوان اگر انجام شد همون رو به زبان میارن، تمام، دیگر اون 99 نیکیت رو به زبان نمیارد. پروردگار برای همین میگوید که چیز هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه این ربی قریب و مجیب. پروردگار بی نهایت قریب و بی نهایت مهربان و بی نهایت بخشنده است.